کی بود کی بود؟ کی بود کی بود؟ مداد بود. مداد بود. خط تو نوکش خط و نوک زیاد بود. خط سیاه و نازک خط سیاه و نازک درست میکرد؟ با نوک نوک. آفرین. سر نوکش سر نوکش ریز بود. یه سوزنه یه سوزن تیز. نخ میکشید. نخ میکشید تو دفتر. از این ور و از این ور و از اون ور. از وقتی که خسته میشد وقتی که خسته میشد نوکش چی میشد؟ نوکش شکسته میشد. مداد تو هم همینطوریه؟ نه. او که خسته میشه چیکار میکنه مداده؟ نوکش اصلا میشکنه یا نه؟ از اون برگه مداد که در هم ندارم.